نازنینا ایره ما رو ببینیم این چیه. نمیدونم اینجا چرا امرا مونده. البته جریان چه نمیدونم این کجا موره چرا هم هست. داخل یک قلعه آمدیم کسی نیست که راهنمایی کنه دیگه. فقط هم تمام میچرخم ببینم این موزه دیگه خیلی بزرگ خیلی کلان هستن. نمیدونم چون قلعه قدیمی بوده نمیدونم کجا باید بریم چیکار باید بکنیم. داخل میدونم اینجا ایره داره راپاله رو بریم بالا. نمیدونم مثلا ممنوع دیگه نمیفهم والله. خدا ماندم کجا بریم چیکار باید بکنم. جایی که کسی نبود راهنمایی کنه زیاد جالب نیه. بالاخره دوستان سر از اینجا در آوردن. سربازایش و بند واسطشون نیزه ها رو برو آماده نبرد. اینم که مو توبای سنگی بوده چی بوده نمیفهم چه رقم هست. از این هم اونجا هست تو موب سنگی بوده چی بوده. جای خوبی رسیدیم. دوستان فکر کنم سوار نظام و نمیدونم و توپ و تانگ و کی به اسب و بندوباسات اینا که میامده جنگ میکردن فکر کنم این بوده. یعنی مخالفش هم اینجا مونده. نگاه کن. نه خدا پایین بگیریم که ببینیم اینا بیاد. نگاه کن دوستان یه قسمت نگاه کن دوستان نازنین و یه قسمت دوستان نگاه کنید. نازنین ها اینا بوده دیگه. با اینا مثلا جنگ میکرد درگیر بوده. ما اسم اینا نمیدونیم چی هسته. نازنین ها الان از بیرونش هم براشون ویدیو میگیرم. این هم قسمت بیرون شد نازنین های گل. ما من داریم بالا. بیام بالا میتونم ویدیو بگیرم یا نه. این از بالا داریم میخوام برم بگیرم. قسمت بیرون چی داره براشون ویدیو تهیه کنم. اینا یک بخش دیگه شه. نگاه کنید که اینجا اینا نمیدونم چیکار میکرده. یک بخش دیگه شه شما داره ویدیو خیلی بزرگ هستن چون جای نم. نازنین دیگه اینا بوده دیگه. می توپ و تانک و نمیدونم چی چیزا بوده که در اینجا قرار داره. در او پایینش هم نیاک نازنین قرار داره. اونم گلولای شده. خیلی بزرگ بوده گلولای شده. خودش نگاه کنه خیلی بزرگه. خیلی بزرگه. معلوم نیه همش هم تنیستم بگردم یا نه. اینجا کسی نبود که ما رو راهنمایی کنه. نمیدونم این لباس ها مردانه یا زنانه. لباس های قدیمی بوده. مردانه با او صندلی چی بوده. این هم چیزای قدیمی بوده. با اینا فکر کنم مثلا چی درست میزده. آهنگ نمیدونم موسیقی بوده چی بوده چیزا بوده. بعد دیگه هیچ فکر کنم شونه است نمیدونم چی. نگاه بزرگه. اگه بعضی سرش شونه میکرده که تو سرش در میمده. این هم یک سمبولی که اینجا مانده. لباس از پشت. این هم کلا و این هم نقشه این منطقه است. نقشه قدیمی. این هم شمشیر نگاه کن. این دستمال های یکی اینجا مانده. قدیم های شال ها استفاده میکرده فکر کنم.
میبینید من نمیدونم چی هستم. بعد از چی مخورم کلاه یا چه شبیه کلاه هست نمیدونم چی.